سلام وقتتون بخیر. به یک ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنید تا پایین این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را نیز سابسکرایب کنید. جنگ شدید در ابشار پنجشیر 22 طالب کشته و شمول اتباع خارجی آن گروه در غزنی دیشب کشته شده. در عملیات نیروهای جبهه مقاومت طالب شمول 6 عرب و 2 پاکستانی و 2 تاجیکستانی آن گروه های قرینه یک ولسوالی در غزنی کشته شده اند. در این عملیات 3 طالب مسلح دیگر بازداشت شده و شهباز خان مسئول لوژیستیکی افراد اندهاری طالبان زخم برداشته اند. واسکت اندهاری و مقدار زیادی مواد منفجر آن شده است. همچنین یک خبر مهم که تازه به دست ما رسید: برقی روشن نماینده مردم افغان در پارلمان کشور سقوط ولسوالی های کارغنی خانم روشن ادا کرده است که تمام ولسوالی هایی که در نقاط مختلف کشور سقوط میکنند در نتیجه معامله اشرف غنی بوده است. تشکر از توجهتان. از شما تقاضا میکنیم تا نظریات، انتقادات، سلام و خیر ما در میان بگذارید تا ویدیوهای دیگر. الله نگهدار. کامکار و سرفراز باشید.